این بازی دوم تیم ملی افغانستان و کویت از سری مسابقات جام ملت‌های آسیا. افغانستان با پیراهن‌های قرمز رنگ به مصاف آبی پوشان کویت رفتن. امروز هم همزمان این بازی‌ها قرقیزستان در مصاف با تاجیکستان بازی داره که فعلا 2-0 تاجیکستان عقب هست. نوروزی، خود نوروزی تندوتیز، یه پاس خوب، یه پاسکاری و گل اول برای افغانستان. فرزاد محمودی، مهدی نوروزی، یه پاسکاری بدون نقص و گل. چقدر خوب زد فرزاد محمودی، بازیکنی که در لیگ برتر فوتسال ایران هم سابقه حضور داره. در فرشارا فرزاد محمودی در لیگ برتر ایران به عنوان آنالیزگر حضور شایانی رو داشته. رضا حسین پور ضربش رو میزنه، دروازه‌بان دفع میکنه. فرصت برای کویت، ببینیم چه خواهند کرد کویتی ها. موقعیت دارن، دفاع افغانستان اجازه کار رو نمیده. پاس به عقب، ضربه رو میزنه عبدالرحمن. ضربه عبدالرحمن. مهدی نوروزی، ببینیم چه خواهند کرد با این کورنر. یک ضربه، واکنش دیدنی دروازه‌بان کویت رو به همراه داره. مهدی که در مصاف با بحرین تونست 2-1 در پایین و یه ضربه خطرناک. رضا حسین پور، موقعیت برای افغانستان، یک ضربه دیدنی. باز هم موقعیت خطرناک. این بار محمد جواد سفری با 2 ضربه توپ رو میگیره. برگزار بشه لیگ 1 و 2 امسال کامل برگزار شد و هنوزم ادامه داره. یه موقعیت برای کویت، ضربه رو میزنن و گل. ببینیم دوباره، یه لحظه جا موندن افغانستانیان. لایی هم میزنه، چقدر خوب زد، قشنگ ریسک نکرد و دروازه رو فرو پاشید. لای پای محمد جواد سفری، بالاخره کویت به گل میرسه. پشت توپ خود عبدالرحمن، ضربش رو میزنه، پاس میده، میفته و گل. یه لحظه افتاد و کویت به گل رسید. یه لحظه جا موندن بازیکنان افغانستانی. عمر ببینید چه جوری زد، قشنگ درازکش هر طوری توپ رو فرستاد تو دروازه. حالا گل به نام عمر ثبت میشه. حسین محمدی، رضا حسین پور، خود رضا حسین پور ضربش رو میزنه. این داورهای داور عراقی هم وجود داره. باز هم موقعیت و گل برای افغانستان. چه کار کرد رضا حسین پور، طاق دروازه رو فرو میریزه، یه سجده شکرم به جای میاره. ببینیم با هم شلیک پرقدرت رضا حسین پور، دروازه رو فرو میریزه، دیگه کاری نمیتونه بکنه. دروازه بان کویتی باید اینجوری نگاه کنه، بر میگرده به جام. حالا با این گل قطعا نکات مهم رو آقای مجید مرتضایی گفته و گل برای کویت. چی کار کردن صالح الفدی؟ نگاه کنیم ببینیم چه اتفاقی افتاد. نه خیر، گل به خودی شد. یه لحظه ضربش رو زد و خورد به بازیکن افغانستانی و به همین راحتی الفارسی جلو توپ هست. نوروزی ضربه رو میزنه، تیرک دروازه. خطرناک بود این صحنه. این بار تیرک دروازه مانع گلزنی برای تیم ملی افغانستان شد. یه توپ خوب، یک ضربه خطرناک.
ببینیم رضا حسین پور از این موقع چه استفاده خواهد برد. ضربه رضا حسین پور برگشتشو باید میزد سریعتر. وقت به نفع کویتی ها داره میگذره. حالا موقعیت برای کویت. نگاه کنید اگر جا بمونن خطرناک میشه. این بار بدر المنصور از این لحظه با سوت داور ضربش رو میزنه و گل. رضا حسین پور شلیکش رو میزنه و پنالتی رو گل میکنه. حالا افغانستان بر میگرده به جام. 3-3. از این موقعیت خوب استفاده کردن. رضا حسین پور، خود رضا حسین پور ضربش رو میزنه. این بار عبدالرحمن دروازه رو نجات میده برای کویتی ها. نگاه کنیم رضا حسین پور چی کار کرد. تیم ملی افغانستان حواسش باشه یه موقعیت محمد جواد سفری دن که ناصر گل رو نزد. نگاه کنید روی کار تیمی، ببینید از جلوی دروازه. باور کنید خیلی خوش شانس بودن افغانستانی ها. غلامی موقعیت برای کویتی ها. محمد جواد سفری از دروازه‌اش اومده بیرون. محمد جواد سفری یه پاس خوب میدن. واسم کویتی ها خطرناک. خدای من آیا افغانستان میتونه پیروز میدان باشه یا نه؟ 4 ثانیه 2 ثانیه ضربه رو میزنه رضا حسین پور و تمام دیگه. آخرین ضربه و آخرین فرصت بود. خوب کار کردن هر دو تیم. کویتی ها هم سرسخت بودن، جوندار بودن. حالا افغانستان با این تساوی بله تموم شد. نتیجه 3-3 تمام شد. کویت 3 افغانستان 3 و 1 امتیاز رو به ارمغان میارن برای هر تیم.